حاضرم باهات شرط ببندم که تو هم مثل من این موضوع رو تجربه کردی. ساعت 10-11 شب میری توی رخت خوابت تا بخوابی، چراغا هم خاموش و همه چی اوکیه و فردا هم باید زود پاشی به کارات برسی. اما مغزت و افکارات تا صبح برات برنامه چیدن. ممکنه به پیامی فکر کنی که جوابش هنوز نیومده، یا برعکسش، یا به اون حرفی که امروز تو جمع زدی فکر کنی، یا از همه بدتر نگران پول و هدف و آینده هستی و اشتباهاتی که قبلا مرتکب شدی و هی داری مرور میکنی و هر بار که سعی میکنی بهشون فکر نکنی برعکس بیشتر فکر میکنی بهشون و انگار مغزت نمیخواد از این حالت در بیاد. ما به این حالت overthinking یا بیش فکری میگی. حالا سوال اینجاست که اگه بیش فکری اینقدر آزاردهنده است، پس چرا مغز ما مدام این کار رو انجام میده؟ بیشتر مردم فکر میکنن که مشکلشون افکاریه که دارن، اما اشتباه همینجاست. این حالت به مغز ما احساس امنیت میده و تا وقتی اینو نفهمی، هر چقدر سعی کنی حواستو پرت کنی یا مثبت فکر کنی، دوباره برمیگردی به خونه اولت. پس اول باید بفهمیم که چرا مغز ما بیش فکری میکنه. بذار همین اول موضوع رو برات قشنگ باز کنم. بیش فکری یه مشکل ساده ذهنی نیست، یه واکنش عصبی واقعی توی مغز ماست. مطالعات روانشناسی نشون میدن که وقتی مغزت با عدم قطعیت روبرو میشه، بخشی از اون به نام آمیگدالا فعال میشه، همون بخشی که مسئول تشخیص خطره. آمیگدالا بین خطر واقعی و خطر خیالی تفاوت زیادی قائل نمیشه. برای همینه که یه پیام ساده یا یه فکر مبهم و چرت و پرت و خیلی معمولی بدن تو وارد حالت استرس میکنه و تو این حالت مغز ما شروع میکنه به تولید فکرهای بیشتر. هی اون موضوع رو گنده تر میکنه و میره سراغ چیزایی که شاید اصلا واقعی نیستن. اما نکته مهم اینجاست، هرچی این چرخه ادامه پیدا میکنه، ارتباط بین نگرانی و تهدید توی مغز ما قوی تر میشه. به همین دلیلی که بیش فکری به جای حل کردن کار فقط کار رو سخت میکنه. در واقع تو کمتر بیش فکری نمی کنی، بلکه مغزت عادت کرده که واکنش بیشتری نشون بده. و حالا چطوری باید این بیش فکری رو تا حد خیلی زیادی کنترل کنیم؟ من روش‌های خیلی زیادی امتحان کردم ولی از 3 تاش بیشترین جوابو گرفتم و در ادامه ویدیو میخوام بهتون بگم. پس بی معطلی بریم سر صحبت. راهکار شماره 1، تبدیل فکر به اقدام. اولین چیزی که باید یاد بگیری اینه که هر فکری که میاد ارزش ادامه دادن نداره. ولی مشکل اینجاست که مغز ما هر فکری رو جدی میگیره، حتی فکرایی که خروجی درست درمونی هم ندارن. برای همین تو باید یه فیلتر خیلی ساده بذاری روی خودت و افکارت. هر وقت یه فکر اومد سراغت، فقط یه سوال از خودت بپرس: آیا این فکر منو به یک اقدام واقعی میرسونه؟ آیا کمک میکنه که این مشکل رو من حل کنم؟ یا فقط اوضاع رو بدتر میکنه؟ فقط نگرانی منو بیشتر میکنه؟ یا بذار با یک مثال برات واضحش کنم. فرض کن برای یک مسابقه کاری داری آماده میشی. یه حالت درستش اینه که بگی بذار رزومه‌مو درست کنم، سوالای احتمالی رو مرور تمرین کنم تا آماده تر از بقیه بشم. این فکر یه خروجی داره، پس ارزش داره که تو این فکر رو ادامه بدی و براش یه اقدامی تعیین کنی. اما یه حالت دیگه‌ای هم هستش که تو رو فقط نگران‌تر میکنه. نشستی و فقط به خودت فکر میکنی نکنه رد بشم، نکنه از پسش برنیام و نکنه خراب کنم. و اینها هیچ کاری ازت نمیخوان، هیچ اقدامی نمیسازن، فقط مغزتو میبره تو اون حالت نگرانی. و نکته مهم اینجاست که مغزت فرق بین فکر مفید و فکر بیخروجی رو تشخیص نمیده. برای همین اگه تو این فیلتر رو نذاری روش، همون فکرهای بیفایده بارها تکرار میشن و مثل اول ویدیو میری گیر میکنی داخل چرخه بیش فکری. پس یه قانون خیلی ساده است: اگر فکری به عملی ختم میشه اونو انجام بده، اگه نه فقط یه نویز ذهنیه، نه یه مسئله واقعی. یه فکر بیخوده، میتونی از کنارش رد بشی. اما یه مشکلیه، خیلی وقتا ما تو این فکر خیالی و این سناریو سازی گیر میکنیم، نمیتونیم از این نویز ذهنی و این فکرهای بیخود به راحتی عبور کنیم. پس باید بریم سراغ روش بعدی. راهکار دوم، برگشت از سناریو به واقعیت. راهکار دوم اینه که یاد بگیری ذهنت رو از داستان برگردونی به واقعیت، چیزی که واقعیه. چون بیش فکری اکثرا توی داستان اتفاق میفته، نه واقعیت. یعنی مغزت یه اتفاق ساده رو براش یه فیلم خیلی بلند میسازه و این اصلا واقعی نیست. شاید اون اتفاق هرگز قرار نیست اتفاق بیفته و یک سناریو خیالیه. مثلا یکی جواب پیام تو رو نداده و ذهنت سریع شروع میکنه به اون خیال بافی و سناریو نویسی.
یعنی اینکه شاید ناراحت از دستم، شاید دیگه نمیخواد با هم حرف بزنه، شاید دارم از دستش میدم، هزار تا فکر دیگه. و تو انقدر این سناریوها رو ادامه میدی که کم کم همون سناریو برات واقعی تر از واقعیت میشه، در حالی که اصل ماجرا فقط یه چیزه. تو یه پیامی دادی و جوابی هنوز دریافت نکردی، همین، نه بیشتر نه کمتر. ولی مغز تو این مشکل رو داره که وقتی وارد سناریو میشه احساس خطر واقعی تولید میکنه. برای همین تو استرس میگیری، ضربان قلبت میره بالا و فکر میکنی حتما یه چیز وجود داره که تو بهش نرسیدی، در حالی که هیچ چیز قطعی وجود نداره. برای همین باید یک ترمز ساده داشته باشی. هر وقتی دی رفتی تو این جور فکرای پشت سر هم و این سناریوهای خیالی، بگو که الان من دقیقاً چه چیزی رو با قطعیت میدونم. اون چیزی که حدس میزنی و اون چیزی که ازش میترسی و اون چیزی که تصور میکنی نه، اون چیزی که قطعی میدونی. به عنوان مثال اگه ما این موضوع پیامو در نظر بگیریم، چیزهایی که با قطعیت میدونیم ایناست: میدونیم هنوز پیاممون جواب داده نشده، میدونیم هنوز خبری ازش نداریم و میدونیم هیچ مدرکی برای این افکار خیالی ما وجود نداره. و نکته مهم اینجاست که بیش فکری از جای شروع میشه که واقعیت تو رو ول میکنه و وارد حدس و گمانا میشی. من خودم تو خیلی از موارد این کار رو انجام میدم. یه قلم و یه کاغذ برمیدارم، فکری که ذهنمو درگیر کرده رو میام مینویسم، سناریوی خیالیشو مینویسم و چیزایی که قطعی میدونم هم مینویسم و با منطق در حد 2-3 دقیقه به این موضوع فکر میکنم، میبینم کدومش واقعیه کدومش خیالیه، روی اون خیالیه رو خط میکشم و اون چیزی که میدونم با قطعیت و اون چیزی که واقعیت هسته رو میپذیرم. اینجوری دیگه مغزت وارد اون خیال پردازی نمیشه و کمتر استرس میگیری. و اما روش آخر، روشی که از این دوتا خیلی مهمتره، راهکار سوم، تحمل نمیدونی. راهکار سوم شاید مهمترین بخش این ماجرا باشه، چون اگه دقت کنی ریشه بیش فکری ما فقط یه چیزه: مغزت نمیدونه که جواب چیه، مغزت نمیدونه که تهش قرار چی بشه. برای همین شروع میکنه به تحلیل کردن، شروع میکنه به فکر کردن بیش از حد و شروع میکنه به سناریو ساختنهای خیالی تا به اون جواب برسه. مهم نیست که اون جواب واقعی باشه یا اصلا یه چیز مبهم و یه چیز خیالی باشه، اون فقط میخواد به اون جواب برسه. بیا برگردیم به اون مثال اول. فرض کن از اون مصاحبه شغلی که داشتی اومدی بیرون، از اون شرکت اومدی بیرون و الان هیچ جوابی نداری، ولی ذهنت آروم نمیمونه تا خودت شاید بگم یه هفته دیگه که اون جواب بیاد هی میگه من قبول شدم یا نشدم، رد شدم، نمیدونم، نکنه خوب نبودم، نکنه خراب کردم، و تو ساعتا تو این افکار میمونی، در حالی که واقعیت یه چیزه: تو الان هیچ اطلاعات جدیدی نداری، هیچ فکری هم نمیتونه این نتیجه رو عوض کنه. بعد منتظر جواب بمونی، بعد این نمیدونم رو تحمل کنی. و حالا راه حل این که تو چجوری بتونی اینو تحمل کنی اینه که تو اونو بپذیری. تحمل کن که واقعا بعضی از چیزا رو نمیدونی، بپذیرشون که تو الان این موضوع رو نمیدونی، تو نمیدونی که جواب اون مصاحبه کاری چیه، پس اوکیه، هیچ چیز خاصی نیست، تو بپذیرش و قبولش کن که من جواب اینو نمیدونم. میتونی با همین جمله این نمیدونم ادامهش بدی، چون آدمایی که کمتر بیش فکری میکنن اونایی نیستن که همه چیزو میدونن، نه، اونایی هستن که میتونن بدون دانستن هم آروم باشن، میتونن توی هر شرایطی استرس کمتری داشته باشن، حتی اگه ندونن قرار چه اتفاقی بیفته. و این بود از مرحله‌ای که باعث میشه تو بیش فکری رو تا حد خیلی زیادی کنترل کنی و اگه این ستا رو جدی تمرین کنی کم کم اون چرخه بی‌پایان فکرها ضعیف میشه. و نکته آخری که میخوام بهت بگم اینه که هر فکری که میاد سراغت، هر چقدر که مهم باشه، تو باید با خودت بدونی که این فکر یا موضوع توی 5 سال آینده زندگی من تأثیری داره یا نه. توی 99% مواقع هیچ تأثیر خاصی نداره و تو خیلی راحت میتونی از کنارش رد بشی. اگه این ویدیو برای تو هم مفید بود، به احتمال زیاد تو هم علاقه داری که خودت رو رشد بدی، پس میتونی ما رو توی این مسیر دنبال کنی. اینجا داریم سعی میکنیم که هر روز بهتر از دیروز باشیم.